رمضان آمد بوی محمد، رمضان آمد بوی محمد، رمضان آمد رضوان جنت، رمضان آمد دلها را سرود، می و عشق و گل و الله الصمد. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته برادران و خواهران بسیار عزتمند. همگان میدانیم که ما در ماه بزرگ یعنی در ماه شریف رمضان قرار داریم. میخواهم اندک به علم ناکافی خود در بابت این ماه بزرگ به شما یک توصیه داشته باشم که این ماه خالی از دست ندهید. این ماهی هست که خداوند متعال به بنده دوچند ثواب زیاد به حد ثواب زیاد میدهد بنده وقتی که این ماه غنیمت بدوند. همچنان که مادر مؤمنان عایشه صدیقه طاهره رضی الله عنها در حدیثی که از جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماید هر کسی که این ماه رمضان به عبادت و به احسان از روی ایمانداری شب زنده داری میکند، عبادت و تضرع زیاد میکند، خداوند تا رمضان دیگر گناههای او را مغفرت میکند مادامی که بنده از گناههای کبیره اجتناب کند. این یک مژده هست از جناب پیامبر به ما و شما عزیزان. به همین خاطر این ماه غنیمت بدونید، کوشش کنید که شبا را شب زنده داری کنید، روزا را به عبادت و به قرآن خواندن و به صدقه کردن و به کمک همدیگر زیاده کنید تا اینکه الله متعال این ماه برای همگان ماه مغفرت بگرداند. عزیزان، شما همگان میدانید که وقتی که در جایی که کاری بهتر یعنی مبلغ زیادتر پیدا کنید، به همونجا کوشش میکنید که کار رفته در اونجا چکا کنید، استقامت کنید تا که مبلغ زیاد به دست بیارید. این ماه بزرگی که همگان قرار داریم یعنی ماه شریف رمضان نسبت به دیگر ماها به حد ثواب زیاد دارد وقتی که بنده او را درک کرده بتواند. در این ماه ما باید خیر و احسان، طاعت و بندگی، شب زنده داری، امر به معروف، نهی از منکر به همدیگر داشته باشیم تا که رحمت الله متعال بالای من و شما زیاد بگردد. به همین خاطر عزیزان دل کوشش کنید که بسیار وقت خود را در این ماه بزرگ در حال صرف کنید که اون طاعت و بندگی باشد، اون راههای باشد که از نزد الله متعال شما ثواب به دست بیارید. به این خاطر که این ماهی هست که الله متعال در این ماه نزول قرآن است. این ماهی هست که انسان میتونه که در این ماه شریف رمضان جنت به خود واجب گرداند. انسان میتونه در این ماه بهترین ثواب ها را به دست بیارد. انسان میتونه در این ماه خود را اصلاح کند، از گناه های خود را پاک سازد. انسان میتواند که در این ماه توبه و ندامت زیاد کند تا که الله از اون خلقهایی که از اون رفتار و کردارهایی که پیش داشت خدا نجاتش بدهد. الله متعال دعا میکنم که پروردگار این ماه رحمت و مغفرت برای همه امت اسلام ماهی بهترین زیاده رزق نصیب گرداند و از این وبایی که عالم اسلام و غیر اسلام در بر گرفته است پروردگار مهربان ما را نجات بدهد و پروردگار مهربان در این ماه بزرگ رزق فراغ در همه خاندان مؤمن مسلمان تن صحتی و آبادی رزق فراغ همیشه نصیب و روزی بگرداند. آمین.